پدرای عزیزم خیلی خوبن، یعنی عشقن و مایه مثلا ادامه زندگی هن، نعمتن تو زندگی هر کسی. ولی خب مادرها اصلا بحثشون جداست. مادرها یه چیز دیگه ای، متفاوت، اصلا کلا یه دنیای دیگه ای، اینقدر عشقن واقعا. تمام وقتشون رو از سالا اون موقعی که تو شکم مادر بودیم 9 ماه به اون جدا، تازه بعدش هم که کلی سختی برای تربیتمون میذارن و به جای بالاتر میرسوننمون وقتی سنمون بیشتر میشه. تو مراحل تک تک مراحل زندگیمون همش نگرانمونن، همش حواسشون به همون هست، ولی خودشون اونقدر که باید عشق نمیکنن، لذت نمیبرن، ولی همه وقتشون رو صرف بچه هاشون میکنن. واقعا همچین مادرایی عشقن. پدرام همینطور، پدرها و مادرها حدشون رو بدونین دوستان، خیلی عشقن. واسه که این معجون خوشمزه رو واسمون درست کرده مامان گل که واسه کبد خیلی عالیه و چیزای مختلفی توش هست اگه تونستین بگید. فقط با خیار نیست، یعنی با خیار چیز نشده، میکس نشده، چیزای دیگه هم هست. هر کس گفت بیاد این استاشاتش میکنه. شرمنده دیگه، جایزه پولی نمیتونم بذارم، ولی خب این حداقل کاری که دستم در میاد براتون انجام میدم.